وقتی که شما وارد مسیر آگاهی و متافیزیک میشید و به دنبال رسیدن به هدف بزرگ انسان یعنی خودشناسی هستید، مهمترین اصلی که باید روش تمرکز بذارید بحث شهود و الهامات درونیه. شهود یکی از قدرتمندترین روش‌های ارتباط خداوند و کائنات با ماست که خیلی از آدم‌ها قطعاً بعد از شنیدن این بخش از وایس من به این فکر میکنن که خب اگر این یک راه ارتباطیه بین کائنات، بین خدا و بین منه، پس چرا من اون رو نمیفهمم؟ چرا اون رو نمیشنوم؟ چرا با من ارتباط شهودی برقرار نمیشه؟ باید خدمتتون بگم که شهود و ادراکات فرافردی برای همه انسان‌های دنیا رقم میخوره. یعنی هر کسی توی دنیا به اندازه ای از این شهود بهره‌مند میشه و اون اندازه ای که شما از شهود خودتون بهره‌مند میشید برمیگرده به سطح آرامش درونی و سطح شناخت و آگاهی خودتون. تصور بکنید وسط یک خیابون خیلی شلوغید، توی یک چهارراه ایستادید، همه ماشین ها دارن بوق میزنن و حتی چند نفرم بیرون دعواشون شده توی خیابون و سر و صدای خیلی خیلی زیادی هست. حالا توی همین سر و صدای خیلی زیاد یه نفر توی فاصله کمی از شما خیلی آروم داره آدرس یه جایی که میخواستید برید رو بهتون میگه. حالا توی این شلوغی و توی این سر و صدایی که اطرافتون هست، آیا شما میتونید اون صدا رو بشنوید؟ صدای اون فردی که داره راهنماییتون میکنه رو میتونید بشنوید؟ قطعاً نه. اگر شهود و الهامات خودتون رو هم نمیتونید بشنوید و متوجه اونها نمیشید، فقط به خاطر اینه که سر و صداها و تنش‌های خیلی زیادی توی ذهن شما هست. وقتی که ذهن شلوغی داشته باشید قطعاً آگاهی‌های دنیا رو نمیتونید به درستی بفهمید و برای اینکه این آرامش ذهنی برای شما ایجاد بشه و بتونید یک درک درستی از شهود پیدا بکنید، در مرحله اول لازمه که ذهن خودتون رو آروم بکنید و بیشتر توی لحظه حال خودتون زندگی بکنید. مدیتیشن ها و هیپنوتیزم هایی که توی کانال بارگذاری میشه دقیقاً به خاطر همینه که شما بتونید آرامش ذهنی بالایی به دست بیارید و در نتیجه این آرامش ذهنی بتونید به اون قدرت کشف شهود خودتون دسترسی پیدا بکنید. پس سعی بکنید حتما انرژی های ذهنی خودتون رو منسجم بکنید برای اینکه پرونده های باز ذهنی شما بسته بشه. پرونده های باز ذهنی همون افکاری هست که تو طول سالیان در ذهن شما ایجاد شده. برای مثال من با دوستی مشاوره داشتم که حدود 34 سالش بود و به خاطر یک دعوایی که توی دوران دانشگاه با یکی از دوستاش داشته هنوز داشته خودخوری میکرده و مثالهای بسیار زیادی از افرادی که یک سری چنین پرونده های بازی رو توی ذهنشون دارن و همین پرونده های باز داره تمرکز ذهنی اونها رو میگیره و بهشون اجازه نمیده که به توانایی کشف و شهود خودشون دسترسی داشته باشن. پس سعی بکنید ذهن خودتون رو با استفاده از تکنیک هایی که توی فایل های هیپنوتیزم توی همین چنل براتون بارگذاری کردم تمریناتش رو انجام بدید و اجازه بدید ذهنتون کاملا آروم بشه تا بتونید اون ادراکات رو دریافت بکنید. ابزار شما برای رسیدن به قدرت کشف و شهود و دریافت الهامات خداوند و دریافت هدایت‌های الهی قلب شما و ذهن شماست. قلب و ذهن شما باید با هم همسو باشن. هر زمانی که اینها از مسیر یکدیگه دور میشن و همسو نیستن، شما درگیر احساسات منفی میشید و یکی از راه‌هایی که بفهمید آیا در مسیر خودم شهودی که بهش دست پیدا کردم درست هست یا نه، اینه که به احساس خودتون توجه بکنید. احساسات شما بهتون نشون میده اون شهودتون یا اون ایده جدیدی که براتون اومده آیا در راستای تمایل روح من هست یا خیر. وقتی که شما احساس خوبی نسبت به یک موضوع پیدا میکنید، این یعنی که در مسیر دستیابی به شهود خودتون هستید. پس سعی بکنید این انجام تمرینات روی عواطف خودتون هم کنترل داشته باشید و بتونید اونها رو کاملا بررسی بکنید و بهش تسلط داشته باشید. وقتی که بتونید این کار رو انجام بدید، آروم آروم قلب شما و ذهن شما با هم همسو میشن
و این همسویی باعث میشه که قدرت جذب شما و همینطور نیروی ویژه کشف و شهود شما فعال بشه و بهتون کمک بکنه که بهترین تصمیمات و انتخاب‌ها رو در طول زندگی خودتون و در مسیر کسب و کار یا روابط خودتون داشته باشید. حتما این فایل رو چند بار گوش بدید، تمرینات هیپنوتیزم رو توی چنل انجام بدید و حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، چون قراره که به زودی بهترین و قوی ترین تکنیک ها و تمرینات هیپنوتیزم رو برای رسیدن به آگاهی براتون بارگذاری بکنیم.